این گروه تبهکار این دختر 14 ساله خوناشام رو میدزدن. دختری رو داریم به اسم ابیگل که مشغول رقص بالت داخل سالن هستش و یک تیمی هم دارن اونو میپان. بعد از هک کردن این دوربین ها ابیگل از سالن خارج میشه و داخل ماشینش میشینه. این طرف هم دزدا شروع به تعقیبش میکنن و وارد خونش میشن. ابیگل رو با داروی بیهوش میکنن و میبرنش. وارد عمارت قدیمی و متروکه میشن که رئیسشون که اسمش لمبرته بهشون یک سری قوانین رو میگه و همچنین اطلاع میده باید پدر مادر ابیگل 50 میلیون دلار بهشون بده. بعد از یه سری صحبت‌ها بین اعضای تیم و شناختن همدیگه، جوی به اتاق ابیگل میره. میبینی که به هوش اومده و باهاش صحبت میکنه و میگه باهاش کاری ندارن، فقط پول میخواد. اما ابیگل میگه اونا به پول نمیرسن چون پدرش اصلا بهش اهمیت نمیده. جوی به سمت تیم برمیگرده. به فرانک میگه ممکنه پدر ابیگل آدم خشنی باشه. وقتی کسی حواسش نیست، فرانک مخفیانه وارد اتاق ابیگل میشه، اما اشتباهی رخ میده و ابیگل صورت فرانک رو میبینه. اما فرانک تهدیدش میکنه که بگه اونو هرگز ندیده. پس ابیگل میپرسه بگو پدرت کیه و جواب میده کریستیف لازار. فرانک با عصبانیت صحنه رو ترک میکنه و میخواد از تیم جدا بشه. دلیلش اینه که آقای کریستیف لازار آدم خطرناک و مافیایی هستش و بحث بین تیم ادامه پیدا میکنه تا اینکه توافق میکنن بعد از گرفتن پولا به یه جای دور میرن و زندگیشون رو میکنن. آخر شب شروع به گهسنی میکنن و خونه رو بررسی میکنن. تو همین حین جوی با ریکلس برخورد میکنه و میخواد با جوی عشق بازی کنه اما موفق نمیشه. در آخر به جوی میگه به افراد دیگه گروه اعتماد نداره. از اون طرف هم دین رو داریم که داخل اتاق سعی داره سر به سر سامی بذاره. از اتاقش آخر بیرون میره، شروع به گشتن میکنه. به یه راهروی تاریک میرسه و یه موشی اون داخل میبینه. وقتی میخواد خارج بشه انگار یه نیروی اون رو میکشه عقب. سامی وقتی صدای دین رو میشنوه به پایین میاد و میبینه که دین روی صندلی نشسته و سرش از تنش جدا شده. بقیه اعضای تیمم پایین میاد و میگن که این چیزا اونا رو یاد والدز میندازه که 3 سال پیش اعضاش رو داخل یه ساختمون نگه داشت و وقتی مامورا اومدن دیدن اونا هم همین اتفاق براشون افتاده. به سراغ ابیگل میرن اما ریکلس از ترسش سریع درها رو چک میکنه. میبینه بستن و همه حفاظتای امنیتی فعال شدن. جوی وارد اتاق ابیگل میشه و ازش میپرسه کسی به جز ما رو ندیدی و در جواب میگه که ندیده و بهشون میگه فرانک همون والدزه. ریکل و جوی همو میبینن و میخوان راهی برای فرار پیدا کنن. اما وقتی جوی از اتاق میره بیرون یه صدای از ریکل میشنوه و میفهمه که اون تو حالت ایستاده مرده یا کشته شده. جوی سمت فرانک میره و بهش میگه تو همون والدزی، وقتش بازی رو تموم کن. فرانک هم مثل جوی اسلحه میکشه و فرانک از پیتر میخواد به سراغ ابیگل بره و کارشو تموم کنه. تو همین حین جوی میرسه و باز اجازه این کارو نمیده. تو همین درگیری‌ها ابیگل دستبندش رو باز میکنه، چهره واقعی خودش رو نشون میده و تبدیل به یه ومپایر یا همون خوناشام میشه. به ابیگل شلیک میکنن اما تأثیری نداره. همه گروه از اون اتاق خارج میشن، متوجه میشن تمام این مدت ابیگل همون والدز بوده. حالا که حال همه‌شون ملتهبه، تصمیم میگیرن یه کاری کنن. با جمع کردن سلاح‌های مختلف دوباره به طبقه بالا میرن. ابیگل داخل اتاق خودش نیست و صدای موسیقی از اتاق دیگه میاد. وارد اتاق میشن، میبینن که ابیگل در حال رقص باله همراه دین هستش. شروع به درگیر شدن با ابیگل میکنن. بعد از زد و خوردهای فراوان دوباره به پایین برمیگردن. بعد از یه استراحت کوتاه متوجه میشن یه سرنگ دیگه‌ای دارن که میتونن با اون ابیگل رو بیهوش کنن و همشون پخش میشن که ابیگل رو پیدا کنن. سامی به یه راهروی میرسه که دسته خفاش‌ها بهش حمله میکنه و باعث میشه به یه صخره بیفته که داخلش پر از اجساد و پوست‌های مرده هاست. پیتر هم که داره دنبال ابیگل میگرده یه دفعه جلوش ظاهر میشه، شروع به فرار میکنه و خودش رو به فرانک میرسونه. بعد از یه درگیری موفق میشن سرنگ رو به بدن ابیگل تزریق کنن و اون رو داخل آسانسور قدیمی زندانی کنن. وقتی به هوش میاد بهشون میگه همه اینا برنامه‌ریزی شده بود و لمبرت هم حتی برای اون کار میکنه و حتی همه چیز از تمام افراد میدونه. مثلا جوی قبلا یه پزشک معتاد بوده یا فرانک یه نفوذی تو دل تبهکارا. خلاصه فرانک به ابیگل میگه اگه راه خروج رو نشون بده اونو آزاد میکنن. در نهایت میگه باید کتاب آگاتا کریستی رو داخل کتابخونه پیدا کنن و در مخفی رو از طریق اون باز کنن. یه دفعه ابیگل درو میشکنه و به سمت فرانک حمله میکنه اما جوی با شکستن چوب روی پنجره راه نور خورشید رو به خونه باز میکنه. همین باعث میشه ابیگل دور بشه. این گروه وارد یه کتابخونه میشن و کتاب رو پیدا میکنن اما اتفاقی نمیافته. بچه‌ها از این قضیه ناراحتن و جوی میگه فقط میخواسته یه پولی به دست بیاره به سمت پسرش که اون رو به خاطر یه سری مشکلات رها کرده برگرده. تو همین حین سامی میگه اگه بتونن منابع برق پیدا کنن با کوتاه کردن کابل‌های برق میتونن درها و قفل‌ها رو باز کنن. دو دسته میشن. برای گشتن خونه دوباره صدای موسیقی رو میشنون و ابیگل با گازی که قبلا از سامی گرفته بود کنترلش رو به دست میاره و از طریق سامی پیتر رو هم گاز میگیره. بعد از این جوی و فرانک
میرسن. سامی خودش رو عادی نشون میده، اما سامی یه دفعه بهشون حمله میکنه، اون رو به کتابخونه میکشونن. جوی از طریق یه سینی نور آفتاب رو روی سامی منعکس میکنه و میترکونتش، اما در مخفی باز میشه. با وجود شکایی که دارن، جوی و فرانک واردش میشن. به اتاق کنترل میرسن که میبینن لمبرت تمام مدت اونجا بوده و خودش هم اونشمه. گردن جوی رو میگیره و میگه اگه فرانک به من کمک کنه میذارم جوی بره. همچنین لمبرت میگه که لازار تمام دشمناش رو به اینجا میکشونه تا باهاشون بازی کنه. فرانک قبول میکنه، جوی رو ول میکنه و فرانک رو تبدیل به خوناشام میکنه. اما فرانک با این خنجر لمبرت رو از بین میبره و مثل سامی منفجر میشه. یه دفعه ابیگیل حمله میکنه، اما فرانک به اون هم غلبه میکنه. تو همین حین جوی از شرایط استفاده میکنه، درها رو باز میکنه و فرار میکنه. یه صحبتی هم با پسرش میکنه، اما فرانک به سراغش میاد. یه درگیری مفصل بینشون شکل میگیره، اما ابیگیل به کمک جوی میاد و بهش میگه اگه کمکش کنه که فرانک رو شکست بدن میذاره که بره. بعد از همه اینها جوی به کمک ابیگیل موفق میشن فرانک رو شکست بدن. تو همین حین پدرش لازار میرسه که میخواد جوی رو بکشه، اما ابیگیل جلوش میگیره و میگه اون به من کمک کرده. در نهایت لازار به عنوان تشکر دست ابیگیل رو میبوسه و میذاره میره. سوار ونش میشه و به سمت خونه و پسرش حرکت میکنه.